امروز جوانایی که در این عصر است، از شما که در قهرمان در هیچ وقت یافت نمیشه. چرا که در وقت در این عصر شما مستقیم یا غیر مستقیم 50 مملکت کفری در سر مغز تو کار میکنه، از طریق موسیقی، از طریق جنس، از طریق فیلم های فری، از طریق فیسبوک، از طریق موبایل، از طریق فلان 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 فلان، کلش کار میکنه. یک هدف داره که اینمی جوان منحرف شود و کمر از اینمی جوان ها شکستانده که یک دفعه سیل میکنه که در مسجد سیل میکنه که 700 نفر جوان سیسته. حال شما سعی کنید نه شما چرا قهرمان هستین؟ من مثال براتون میگم. خب